عامل ورشکستگی مزمز سیب زمینیش بود. شرکت مزمز با یه ایده ساده شروع کرد دهه 70. گفتش مردم چیپس خونگی دوست دارن، ما هم میریم کارخونهشو میزنیم تولید انبوه میکنیم. رفتن وسایل خریدن و سوله ساختن و کارگر استخدام کردن، اما فهمیدن مشکل اصلی سیب زمینیه. هر سیب زمینی به درد چیپس نمیخوره و همین داشت ورشکستش میکرد، چون چیپس های اینا بدمزه بود. اینجا مزمز 2 تا انتخاب داشت، تا همینجا متوقف بشه و تسلیم بشه یا کار خودش دست بگیره. رفتن با کشاورزا مذاکره کردن و خودشون مدیریت زمین ها رو به دست گرفتن و باعث شد که به اون سیب زمینی برسن که چیپسی درست بکنن که مناسب ذائقه ایرانی باشه. درس میگیریم. مزمز نگفت من کارخونه دارم فقط کارم داخل کارخونه است، گفت من هر کاری لازمه انجام میدم برای مشتریم. اگه قرار خودم برم سر زمین میرم سر زمین. عزیز دلم، من علی لطفی ام، پشت پرده برندهای معروف رو برات تعریف میکنم تا تو هم یه قهرمان بشی هر جای دنیا که هستی.